که در دنیا مالدار و پولدار بودن، اینها را در یک گوشه حبس کردگی بودن. اینها برای حساب مال دادنشون در یک گوشه که حسابات میگیرن، از اونها حسابات میگیرن که این قدر مقصد مالی که به دست شما اومد از کجا آمد، منبعش میبینن، منشأ در آمده میبینن، از کجا آمدگی. چلی که در حدیث آمده است که ای مالدار دو سواله، یکی از کجا مال آوردی، اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید، کمی از بیماری خود معلومات دهید، دوره های گیاهی لازمه را به شما شرکت. زندگی خوب و زندگی نیکش نصیب گردانه. آینده خدا از بین شما با فرزندایی که هم صورتی خوب و هم سیرتی خوب داشته باشند، خدای مهربان نصیبشون گردانه. در این محفل معرکم برادر ما حاجی لطفالله که روی این سبب شیدن و گفتم مقصد در این محفل اشتراک کنیم. خیلی برادر گرامی هستن. خداوند حاجی لطفالله هم عمر دراز، ایمان کامل، آمین، میل و محبت شه خدای مهربان باز هم به سوی دین زیاد گردانه. بچه کش خدا عظیمی وفات بالا و نگهبان باشه. برادر عزیز، منم خیلی در نوبت خودم هنا یک حدیث پیامبر میخونم که ببینیم پیامبر نازنین ما چی گفتن. راوی حدیث حضرت اسامه هست و حدیث هم امام بخاری روایت کرده است و هم امام مسلم، هر دوشان. حدیث متفق علیه. حضرت اسامه میگه من از پیغمبر نازنین شنیدم. خیلی بندای نیکبخت بودن که در حضور حضرت بودن، در عصر حضرت زندگی کردن، با پیغمبر نازنین در یک جا نشستن. گوییم چیزی که شما ما را گوش میکنین، اونها همون پیغمبر نازنین را گوش میکردن. و حتی در امام ترمذی در باب فضیلت یعنی خودی پیغمبرمون حدیث دیدم که پیغمبرمون گفته بود است که اگر دستی ما در دست کدامی از شما رسید یا دستی ما اگر در گردن کدامی از شما رسید، با اون موضع ها آتش جهنم کار ندارد. چقدر مقصد بنده های خوبی خدا بودن. حضرت اسامه میگه از پیغمبر شنیدم که گفت که قمت علی باب الجنه فاذا عامت من دخلها المساکین و اصحاب الجد محبوسون غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار و قمت علی باب النار فاذا عامت من دخلها النساء. برادر عزیز، حضرت گفتم وقتی من بودم نزد در جنت، نگاه کردم سیله مردمی که جنت می دراید همه فقیرها و مسکین ها بودن. همه فقیرها و مسکین ها بودن. و اصحاب الجد محبوسون. نگاه کردم بندگانی که در دنیا مالدار و پولدار بودن، اینها را در یک گوشه حبس کردگی بودن. اینها برای حساب مال دادنشون در یک گوشه که حبس بودن. و اصحاب النار قد امر بهم الی النار. نگاه کردم که اونهایی را که حکمشون به جهنم برآمدگی بود، اونها را جهنم بردستن. و قمت علی باب الجنه باب النار و آمدم نزد دروازه دوزخ فاذا عامت من دخلها النساء. دیدم توده مردمی را که جهنم می‌درورند عبارت از زنها بودن.
برادران عزیز و گرامی، در این حدیث بینین ما با چند نوع مردم در میدان قیامت معلومات پیدا کنیم. در میدان قیامت با چند مردم معلومات پیدا کنیم. نگاه کردیم که مردمی که جنت می‌دارند توده مردمی فقیر و مسکین بودند. با مردمی که در دنیا صاحب مال و ملک بودند، اینها در یک طرف حبس شده بودند. دیدیم که نفرهایی که حکمشون به دوزخ برآمده بود، الکی را پیشانداز که برده بودند. و دیدیم که نفرهایی که دنبال اونها داخل جهنم می شدند، عبارت از زنها بودند. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا ما حدیث های دیگر این داریم برای تقویت این سخن پیامبر که حضرت گفتند الفقراء یدخلون الجنة قبل الاغنیاء ب500 سنه. حتی پیامبر ما گفتند میدونین که فقیرها و مسکینها پیش از مردم مالدار و 500 سال پیش داخل جنت میشوند. و 500 سال پیش. ولی شاید این دنیا یک دنیای های برادرها که ما یک آدم مالدار را ببینیم که کم تا شرایط را دورای میگیم ای انگمی پولدار میشیدیم، نشدی امی کم بغلی. چی میدونیم که بین در زیر کم بغلی چی مثال حکمت های، چی خوبی های برادر عزیز نگفته، چقدر خیرهای زیاده در داخل این فقر. ای وقتش مردم تاجیک ما یک بعضی همی سخنکایی بگیم بین عاموی داشتیم و معنای کلان داشتند که همون نیم پاره نان، راحتی جان، یک تایی نان، آفتی جان یا بلای جان میگفتند. لیکن به هر حال برادر عزیز، فقرم اگر تاریخ پیامبران را نگاه کنی، غیر امی حضرت سلیمان دیگر هیچ پیغمبری را از جمله پیغمبرهای مالدار نمی‌یابیم. و اگر توده نفرهایی که در گرد حضرت هم جمع شدند همه مردم فقیر بودند. یعنی ما حق نداریم که نسبت یک آدم نادار و به شرایط بسیار با یک چشم حقارت نگاه کنیم. حتی بگیم که هسته که بعضی آدم ها که خیلی را خدا زدگی های. من والله با گوشای خود مشیدگیم که کم بغل مردم میگه یا خدا زدگی های. حتی یک مالدار در بازار با چشم خیدون در دستکشون تا یک پچکای پول بود، اگه خرید کیسته بعضی آدم اگه مال برداشت کنه میتونه که در دست شما پچکای پول هم خیلی خریدیسته. یک کس آمده بیچاره پیشش مقصد دویده که خیگان چیزا کمتر از شمی ناچیزش داده دست شب برداشت گوده ایگو داخل مده داخل دا که کمی حالت ببرای داخل گوده کمی حالت ببرای. برای همین برادرای عزیز و گرامی، حضرت مولا میگو به حضرت بود دائم حبی درویش. همون پیامبر نازنین تا میگه درویشا را دوست می‌داشت. به حضرت بود دائم حبی درویش. تو چون اقرب زنی درویش رو نیش، حتی چی درد داری رنگی همون بگیم کجدون باری میگه درویشا را مقصد نیش میزنی. برای همین برادرای عزیز و گرامی، حضرت گو من دیدم توده مردمی که داخل میشید فقیرها بودن، مسکینها بودن. بعد از اون پیامبرمون اصحاب الجد محبوسون، دیدم مردمی که در دنیا خیلی مال زیاد داشتن اونها را حبس کردگی بودن. اونها باید که مقصد از اونها معلومات میگیرن، از اونها حسابات میگیرن که این قدر مقصد مالی که به دست شما از کجا آمد، منبعش میبینن، منشأ در آمده میبینن، از کجا آمدگی. چلی که در حدیث آمده است که ای مالدار دو سواله، یکی از کجا مال آوردی، در کجا صرف کردی. برادرای عزیز، این به خدا قسم چیزی آسان نیست. این حسابات پیش این مخلوقای جن نیست که با ای پشتک چور تنگش بتی جانت خلاص شود. اونجا حسابهای جدی هست. اونجا حقیقتا حسابیه که در عوضش ما و شما یا رحمت میشنویم یا به غضب گرفتار میشیم.
برای همین ولی یک روز همین نزدیکتی یک بای بابا زنگم زد. یک بای بابا زنگ زد گفت بابا جی همین چند تا تیلو باید زکات دی؟ من گفتم که همین یک 85 گرم باشه، یک 2.5 گرم شو با پول بگردون بتی. گفت 80 باشه چی؟ من گفتم که 80 باشه هم بتی خوبه. بعد گفت که 40 کنیم که نتی. اکنون یکی ده من گفتم برای ندادنش نمیجوز. من میگم خدای مهربان همه مال نکته بگیره، میشه کم بغل نمیتی هیچی میگردی. این راش گفتم بهترینش همینه که میگیم خدای مهربان همه یک تنگه صاحب نشه، خدا می بودگیش هم بگیره، میشه تمام میگردی زکات میتینه هیچی جانت خلاص. گفتم ای مردک تو نخوا. گفتم بابا و پدر تیلا را ندیده بود، تو مشتی تیلا داری آخی 2.5 گرمی هم را میبری یک همو برادر تا یا نزدیک تا بری بتی. پیامبرت از الید اولیا خیر من ید سفلا، دست دهنده بهتره دست گیرنده. خدا دست دهنده داده این شکر نمیکنی. لیکن این را بینده تا جایی که چکو کنیم نتیم، تا جایی که بگوی الحمدلله رب العالمین که ای خدای مهربان ای من مثالی را بین یک نفری هستم که یک دربا میبرم مبلغ میتم شرایط میتم. همین که در قرآن خداوند سوره منافقون در آیت 10 گذر بخونی و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت قال ربی فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. میگه وقتی که بین وقتی خدای مهربان که حالت مشکل و ازمین بالاتون آورد، در جایی که گفت وقتی سر انفاق میروه گفت سر زکات میروه. وقتی که مثال شما زکات ها را ندادین، وقتی خدا میگه می حالت یک سکرات آورد یا جان تکیگیری با چی میگوی فیقول ربی، بعد میگفته لولا اخرتنی الی اجل قریب، خدا یگان ساعتک وقتم نمیتی. همین حالت یک ساعتک بیرون نمیکنی. برای چی؟ الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. همین مبلغام یک زکات بتون، همین مبلغام یک صدقه کنم. بین یا از زمره آدمای مقصد صالح و نیکوکار باشم. یکی خدا چی جواب میگه؟ ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. الله مهربان میگه اصلا برای تو یک ثانیه دیگه وقت نیست. خدای تو دانا بود که تو مثال چیکار بکنی. برای همین برادرای عزیز و گرامی، اصحاب جده میگه بایها را دیدیم که در یک طرف حبس کرده بودن تا از پولهاشون مقصد ما حسابات بگیریم. اهل جهنم شب بردن جهنم و دیدم توده زیادی مردمی که داخل جهنم میشید اینها زنها بودن. برادرای عزیز و گرامی، روز عید قربان بود میگه در حدیث پیامبر آمد میگه توده اصحاب گفت که صدقه کنیم، احسان کنیم. این طرف میگه نگاه کرد که زنها هستن، گفتن که صدقه کنین، گفتن احسان کنین. حدیث همین خیلی یا معشر النساء تصدقنا و اکثرنا الاستغفار. هی زمره زنکو گفت صدقه کنین، استغفرالله بسیار بگین. فانی رأیتکن اکثر اهل نار، زیرا من دیدم که بسیاری از آتش جهنم در عذاب میکشیدگی. خواهرای عزیز گفت من دیدم شما بودین. میگه قالت امرأة منهن، یک زنه که به غیرت از بینشون میگه بلند شده گفت ما لنا یا رسول الله، چی با؟ چرا ما بودین؟ چرا زنها بودن؟ قال گفت تکثرن لعن و تکفرن العشیر. ببینید گفت که زیرا شما در دنیا لعن بسیار میگین، سخنهای حقارت زیاد میگین، همچنان زیاد حقارت میکنین، زیاد سخنهای بیجا میگین و همچنان شوهر که بسیار نعمتی بزرگه شکرگزاری در نعمت شوهر نمیکنین. و این خاطر بود شما را اکثرا عذاب جهنم در من دیدم. انت الى اهداهن دهر، میگه اگر به سوی یک زنک، پیامبر گفت صحیح سخنی من نیست که خواهرای ما از ما خفه شوند، میگه به سوی زنک اگر همین قدر نیکی 50-60 سال خدمت کردی
ثم رأت منك شیئا. بعد میگه یگان یکی نرسید یا شرایط نشید یا اینکه مقصد همون ترتیبی که آمد بود همون ممکن که یکم ترک تنفس شد باینده. بعد میگه چی میگه ای زنک؟ میگه که ما رأیت منک شیئا قط. میگه ای مردک من ایمیت هیچی ندیدم، امرو قطیت خزم شد. 50-60 سال دادی میگه اومد همین یک لحظه که شاید خیلی آدمی داخی دویم آخی مقصد خیلی آدم دویم کساش پری پول نیست که آخی دویم یک خیل نمیشه وکو. میگه همین اندک هر چیزی که نرسید. بعد میگه ای مردک من هیچی اصلا ندیدم. برای همین حضرت همین چیزها را یادآور شد که خلاص مادرها و خواهرها عزیز شما از دوره همین ها نباشید تا زیرا با همین سخنهاتون شما همه تا وارد جهنم میشید. خدا کنه خواهرای ما را، خدا کنه کلینا که از زمره خواهری باشه که همیشه از زبانهاشون سخنهای نیک بیرون شوه و مادرای خوب باشن، مادرای ناز باشن، مادرای خداشناس خدا ترس باشن. خدا خواهد انشاءالله بعد دیگه خوشبختی و بعد اون شیرینی زندگی را هم مردک برادر عزیز احساس میکنه. خدا باز هم توی مبارک کنه و خاتمه کار همه ما و شما را بخیر کنه. آمین یا رب.